عوضی رفتم. مزخرف! یک مکافات کثیف. گیر شدم. من خری دارین تو میری؟ نمیدونین جاده اینجاست؟ فکر کردم شورتکات بود. خب پس چی شد به موتوره؟ خاموش شد. خاموش شد؟ میدونی کجاش خاموش شد؟ نه نمیدونم. نمیدونی؟ اشکال نداره، منم یه مکانیکم، بذار بیا کمک کنم. وقت داری؟ بله. خب پس بذار کمک کنم. خب یه دقیقه وایسا تول باکسمو بردارم. بیا کجا هست؟ خیلی سنگینه. بیا پیداش کردم. شما میگی مکانیک هستی؟ من مکانیکم، چرا این حرف رو میگی؟ این چیه؟ گفتی مکانیک هستی. مکانیک هستم. اگه پس چی؟ 20 سال داشتم تو گاراژ تبریز کار میکنم. مکانیک نیستم. بیا حالا چیه؟ چی گفتی خاموش؟ نه خاموش شد. موتورم. بیا اینو نگه دار. بازش کن. خب پس بیا. اینه. نه اینو گفتم اینو نمیخوام. چون اینو به من دادی. ببخشید. خری؟ نه. باید خر باشه اگه این تو رانندگی کردی. آره پس موتور داغونه. کار نمیکنه. نمیدونم چی بگم. کجا داری میری؟ تو تبریز. تبریز؟ منم دارم تبریز میرم. عینک فروشی ام. آره باید یه کاری اونجا بکنم. جدی؟ میخوای من میتونم بیا با هم بریم. نه این حرفا چیه؟ بذار ببرم. داریم با هم میریم چرا نه؟ تعارف نمیکنم. نه تعارف نیست. بذار من شما رو ببرم. نمیخوام شما تنها اینجا وایسی. بیا. خب این حرفا نیست. بعدن